درود بر شما. به پادکست یادداشت‌های بازیکنان مافیا در کانال درامستان خوش اومدید. در این پادکست ما کتابی رو به نام یادداشت‌های بازیکنان مافیا رو که توسط روبن یاسایان به زبان روسی در سال 2002 در مسکو منتشر شده رو برای شما میخونیم. این کتاب در دو بخش یادداشت‌های بازیکنان قرمز و یادداشت بازیکنان سیاه در اینترنت منتشر شده و نسخه روسی اون در دسترس همگان هست. ولی ما این کتاب رو به زبان پارسی برگردوندیم و من مهدی ذوالفقاری مترجم و گوینده در دو پادکست جداگانه برای شما این کتاب رو بازخوانی میکنم. باید بگم که این کتاب سراسر تکنیک‌های مهم و کاربردی رو در بر داره که به شما کمک میکنه تا بتونید یک بازیکن فوق حرفه‌ای در بازی مافیا بشید. همچنین ترفندها و راهکارهای این کتاب بازی مافیا رو برای شما جذاب‌تر کرده و کاری میکنه که بتونید بسیار خلاقانه‌تر به این بازی بپردازید. پیش از اینکه به سراغ خوانش کتاب بریم، باید به شیوه نوشتاری این کتاب اشاره کنم، چون به شکل پاراگراف بندی و با سرفصل‌های جداگانه درباره موضوعهای گوناگون در بازی مافیا سخن گفته و گاهی در ادامه به این سرفصل‌ها برمیگرده که در زمانبندی پادکست هر کدوم جداگانه نامبندی شده و شما میتونید در صورت نیاز تنها با یک کلیک به جای مناسب برید و اون بخش رو دوباره بشنوید. اکنون با این توضیح‌ها به سراغ نخستین بخش، یعنی یادداشت‌های بازیکنان قرمز میریم که یادداشت‌های بازیکنان قرمز هم در دو بخش بازخوانی شده. در اینجا همچنین باید اشاره کنم که بازیکنان قرمز در واقع شهروندان بازی یا همون سفیدهای بازی در این یادداشت هستند، ولی چون کارت‌های بازی مافیا به دو رنگ سیاه و قرمز طراحی شدن، نام این کتاب رو هم از رنگ کارت‌ها برگرفتن. کتاب یادداشت‌های بازیکن قرمز با پیشگفتاری کوتاه آغاز میشه و من در زمان ترجمه و پژوهش کوشیدم که همه چیز این کتاب رو به شکلی برگردان فرهنگی کنم تا همگی ما بتونیم ارتباط بهتری با پادکست و نوشته داشته باشیم. ما رو با نشان درامستان در تمامی بسترها میتونید بیابید. اکنون چندین ساله که بازی جذاب مافیا محبوب و همه‌گیر شده. بیشک برخی در این بازی بهتر عمل میکنند و برخی هم بدتر، ولی نتیجه در بیشتر موارد مشخصه. بازیکنان سیاه بیشتر اوقات برنده میشن. من که خودم ذاتاً یک بازیکن کاملا قرمزم و به هیچ شکلی نمیتونم با آرامش به این هرج و مرج سیاه نگاه کنم. بنابراین در این یادداشت‌ها سعی کردم تجربه شهروندی خودم رو نظاممند کنم. این یادداشت‌ها رو پیش از هر چیز برای خودم مفید میدونم و امیدوارم که برای بازیکنان دیگر هم بیفایده نباشه. امیدوارم که بتونم از لحن مربیگری خودداری کنم، به خصوص که خودم این یادداشت‌ها رو فرصتی برای بحث و گفتگو میدونم تا دست کم برای شهروندان مفید باشه و بتونه حقایقی رو برای بازیکنان قرمز آشکار کنه. پس جای بحث رو آزاد میذاریم تا دیدگاهتون رو در کامنت‌ها بنویسید و توجه شما رو به یادداشت‌های بازیکن قرمز جلب میکنم. گفتگو. روز آغاز میشه و بازیکن شماره فلان آغازگر گفتگوست. باید بگم که در نسخه‌های جهانی بازی مافیا به جای نام بازیکن از شماره‌ای که به اون تعلق میگیره استفاده میشه. روز صفر به دید ما خیلی هم مهم نیست و البته هر کسی میتونه هر چی میخواد بگه، به خصوص که هنوز هیچ چیزی مشخص نشده و تازه دور یک بازیه. ولی به یاد داشته باشید که عملکرد بد یک بازیکن قرمز بارها منجر به کاندیداتوری برای خروج و در ادامه حذف او از بازی میشه. پس باید ببینیم چه چیزی بیشتر بازیکنان قرمز رو آزار میده و به سیاهان فرصت این رو میده تا زنجیر اشتباهات رو به دست بگیرن و با موجی که میسازن شهروند رو با رأیگیری بیرون کنن. دسته‌بندی. وقتی میگید بدون قید و شرط به بازیکن فلان و یا فلان باور دارید، بیاد داشته باشید که فقط بازیکنان سیاه و کارگاه میتونن با اطمینان چیزهایی رو بدونن. بنابراین سعی کنید از نوبت‌های گفتاری خود به درستی استفاده کنید و تأکید کنید که این تنها دیدگاه شماست. بکوشید که افکار و سوءظن‌های خودتون رو بر اساس منطق یا شاید از روی بینشی که دارید توجیه کنید. سهل‌انگاری، بی‌دقتی. اغلب اوقات بازیکن آغاز به گفتن چیزهایی میکنه که درست نیست. مثلا بازیکن شماره 7 میگه که در حال بازی با بازیکن شماره 9، ولی در واقع بازیکن شماره 7 یا اصلا در مورد بازیکن شماره 9 چیزی نگفته یا برعکس گفته که با او بازی نکرده. حالا شما تصور کنید که یک بازیکن قرمز در این مورد چه فکری میتونه داشته باشه؟ اینکه شما عملکرد بازیکنان رو دنبال نکردید و تنها یک بازیکن سیاه میتونه اجازه چنین کاری رو به خودش بده، چون از پیش میدونه چه کسی قرمز و چه کسی سیاه بازیه و به آسونی میتونه با کسی که شهرونده خودش رو بر بزنه و برای خودش تیم شهروندی درست کنه. پس نتیجه میگیریم که از سهل‌انگاری و بی‌دقتی باید در بازی بپرهیزید، چون با آسونی شما رو در دید همشهریانتون سیاه میکنه. وقت نشناسی.
این مورد بیشتر در مورد کارت کاراگاه صدق میکنه. اگر در یک موقعیت غیر بحرانی یک بازیکن به وضوح خودش رو به عنوان کاراگاه به نمایش بگذاره، برای نمونه بگه من میدونم که فلانی 100% سیاه یا شهروند بازیه، یا داده‌های مشابه رو وارد بازی بکنه، این بازیکن باید مورد توجه بیشتر بازیکنان قرمز یا همون شهروندان قرار بگیره. در اینجا 3 گزینه ممکن وجود داره. نخست، او یک کاراگاه حقیقی است و با نمایش خود به عنوان یک کاراگاه در گمان اتهام شهروندان قرار میگیره. چرا بی جهت و بدون نیاز از این موضوع رمزگشایی کرد؟ این حرکت بدموقع همه شک‌ها رو به خودش جلب میکنه. گزینه دوم، او یک کاراگاه دروغینه که زمینه رو برای کشف بعدی خود در بازی یا شکار کاراگاه آماده میکنه. اینجا همه چیز روشنه. او یک مافیاست. گزینه 3، بازیکنی که برای همه قرمز و شهروند اثبات شده است که کاراگاه رو هم میشناسه، میخواد که کاراگاه رو پوشش بده. نباید فراموش کنیم که این بازیکن ممکنه قربانی تحریک یک کارگاه دروغین بشه. اتهام بر شهروند ثابت شده. باور نکردنیه، ولی موضوع اغلب اتفاق میفته. موقعیتی رو تصور کنید که در اون تنها یک کاراگاه تایید شده در بازی وجود داره و این کاراگاه قرمزی شخصی رو تایید میکنه، یا اینکه در طول بازی شهروندی او برای همه ثابت شده است. ناگهان یک بازیکن دیگه در صحبت‌هاش درباره رنگ این بازیکن اثبات شده شک و شبهه ایجاد میکنه. این بهترین قلاب برای یک بازیکن سیاهه تا هر دو شهروند رو به تله بندازه. بی‌کفایتی. در زمان اتهام زنی بگیم که من گمان میکنم که بازیکنان سیاه شماره 7، 9، 10 هستند، یا اینکه به این 3 شخص مشکوکم، ولی ناگهان شماره 4 رو به عنوان هدف و تارگت خودم مشخص میکنم، یا اینکه به کاندیدای شماره 5 در گفته‌ها اتهام بزنم ولی به شماره 2 رأی خروج بدم. چند بار چنین سخنانی شنیدید؟ شاید حتی دیگه نیاز به توضیح بیشتر هم نباشه. پیش از اینکه به ادامه خوانش کتاب راهنمای مافیا یا همون یادداشت‌های بازیکن قرمز بپردازم، میخواستم پیشنهاد کنم که اگر هنوز ویدیوی مافیا از کجا آغاز شد رو در کانال درامستان ندیدید، حتما ببینید. این ویدیو برای درک بهتر از این کتاب و اینکه ساختار مافیا چگونه کار میکنه و در جامعه چه نقشی رو در دوران خودش داشته رو برای شما به نمایش میگذاره. پس حتما این ویدیو رو ببینید. اکنون پیوندش رو میتونید در بالای صفحه ببینید. و حالا به ادامه تاکتیک ها و خوانش کتاب میپردازیم. بهانه آوری. تصور کنید که یکی از بازیکن‌ها در سخن‌های خود به رنگ کارت یا نقش شما شک کرده و شما تمام زمان خودتون رو صرف بهانه‌آوری یا توجیه خودتون می‌کنید. این یک تصویر نامطلوب رو از شما می‌سازه. ممکنه بر طبق شرایطی هم کار شما منطقی باشه. مثلا اگه تحت حمله هماهنگ چند بازیکن قرار گرفتید، میتونید بهونه بیارید یا تمام زمان خودتون رو برای اثبات و حقانیت خودتون صرف کنید. ولی این موضوع تنها شک‌ها رو به سوی شما بیشتر می‌کنه. رأی دادن. شما در نوبت خود توضیح دادید و فرمول بندی کردید که به چه کسانی و برای چی رأی خروج خواهید داد. با این حال در زمان رأی گیری به شخص دیگری رأی منفی دادید. باید در دور بعدی توضیح بدید که چه چیزی تصمیم شما رو تغییر داده و دلایل منطقی خودتون رو برای بازیکنان شرح بدید. در غیر این صورت در خطر خواهید افتاد. نکاتی برای سیاهان. زمانی در بازی فرا میرسه که به نظر میاد دیگه همه چیز برای همگان آشکار شده. با این حال پس از خروج مافیا ناگهان نسخه هایی از دلایل چرایی و چگونگی خروج بازیکن سیاه در بازی میپیچه. این هم یک اشتباه فاحش و غیر قابل قبوله. یا یکی از بازیکن‌ها در صحبتاش اشاره میکنه که بازیکن شماره فلان نکاتی و سرنخ‌هایی درباره کارآگاه بودن یا نقش‌های دیگر مفید برای شهر رو به او داده. این پایان شهره. بازیکنان سیاه بلافاصله کاراگاه رو شناسایی کرده و شب کارش رو به پایان میرسونن و بازیکنان قرمز باید در گمراهی بازی رو ادامه بدن. تو به من، من به تو. من به شماره 2 اتهام میزنم و او رو به عنوان کاندیدای مافیای خودم مطرح میکنم، چون او به من اتهام زده و من رو کاندیدای خودش معرفی کرده. باور کنید به عنوان کسی که بارها بازیکن کارت قرمز و شهروندی رو بازی کرده، چنین سخن‌هایی اصلاً اقتدار قرمزی شما رو افزایش نمیده. اگر واقعاً دلایلی برای معرفی بازیکنی دارید که شما رو به عنوان مافیا معرفی کرده و یا به شما اتهام زده، باید تصمیم خودتون رو توجیه کنید و دلایلی برای اتهام زدن به او رو بیارید. در غیر این صورت تارگت بک هیچ سودی برای شما نداره و هیچ تأییدی برای شهروندی شما نیست. نکته: بسیار ناراحت کننده است که برخی بازیکنان با آسونی تذکر دریافت می‌کنند. همونطور که می‌دونید در قوانین جهانی در مجموع میشه 3 تذکر دریافت کرد.
پس این امکان میتونه کمک کنه تا چیزی رو در خارج از نوبت خودمون بگیم، چیزی که گاهن میتونه کمک کننده باشه و در برخی موارد هم لازمه. ولی بازیکنی که بدون هیچ سودی برای شهروندان تذکر دریافت میکنه میتونه شک برانگیز باشه. علاوه بر این، اغلب با دریافت چهارمین تذکر باید بازی رو ترک کنه، حتی اگر کاراگاه یا دیگر نقش‌های مهم بازی رو داشته باشه. با توجه به آسیبی که چنین بازی به قرمزها میتونه وارد کنه، اظهار دیدگاه درباره این رفتار آشکار رو غیر ضروری میدونم. ولی میخوام به چنین بازیکنانی و کردارهای همانند اون در بازی هشدار بدم که با نامشخص بودن رنگ بازیکنان، به خصوص در دور دوم که هنوز داده‌های کافی وجود نداره، بر اساس یک فرض منصفانه میتونیم مورد اتهام قرار گرفتن اون رو توسط بازیکنان قرمز مطرح کنیم. یعنی احتمال حذف بازیکن قرمز از بازی در دور دوم با چنین کردارهایی بسیار زیاده، چون رفتاری شک برانگیز انجام داده و همگان به او رأی میدن. پس بگذارید بازیکن بی‌نظمی باشه که میتونه یکی دو تا تذکر دیگه هم بگیره و اخراج بشه. سرسختی، لجبازی. این موضوع رو بارها و بارها دیدید. بازیکنی شاخص رو در زمین فرو میکنه و تمام. او دیگه چیزی نمیشنوه و نمیخواد چیزی بشنوه. این مورد رو درباره بازیکن‌های قرمز میگم. او از همان ابتدا به دلیلی که تنها برای خودش قابل فهمه راهش رو انتخاب کرده و از این مسیر بازگشتی نخواهد داشت. آزاری که چنین کرداری برای دیگران داره قابل درکه و اگر با چنین کرداری از بازی خارج شدید تعجب نکنید. به جز کاراگاه. شماره 4 کنشی کاراگاهی رو در دور آخر انجام میده. همه انتظار دارن با کاراگاه یا معاون کلانتر بازگشایی در بازی رخ بده. در ادامه نوبت اوست که سخن بگه. ولی مشخص میشه که او به راستی کاراگاه نیست. پرسشی به وجود میاد. پس از این رویداد او چه نقشی رو در بازی ایفا میکنه و در ادامه بسیار سیاه به نظر میرسه. برای شهروندان این شک رو به وجود میاره که او میخواسته خودش رو به عنوان کاراگاه به نمایش بگذاره. پس بازیکن سیاه بوده که سعدی در برابرش قرار گرفته و مانع نقش دزدی شده. اگر این رفتار توسط یک شهروند در بازی رخ بده، میتونه یک موهبت الهی برای سیاهای بازی باشه. علاوه بر این، بازیکن قرمز باید خودش رو برای یک سلاخی بیچون و چرا و منصفانه آماده کنه. اگر بازیکن قرمزی شهروند دیگری رو که بیشتر بازیکنان بر اون اصرار داشتن رو اتهام بزنه و کاندیدای خود برای بررسی معرفی کنه، همون بازی ناشیانه دوباره تکرار میشه. بر اساس منطق بازی، چنین کاندیدایی باید توسط کاراگاه یا دستیار او بررسی بشه و یا توسط بازیکنان سیاه که توانایی دارند انتخاب میشه. حالا تصور کنید که کاراگاه شب رو چک میکنه و او یک بازیکن قرمزه. شب بعد کاراگاه مجبور میشه کسی که به او اتهام زده رو چک کنه و دوباره یک بازیکن قرمز رو پیدا میکنه. حس کاراگاه در اون لحظه دیدنیه. البته اگه نقش او رو راستی آزمایی نکرده، باید پاسخگوی اقدامات غیرمسئولانه خودش باشه، چون با این اتهام زنی‌های بی‌منطق ممکنه بسیار زیبا بازی رو ترک کنه. بی‌پروایی، بی‌تدبیری. وضعیت بحرانی نیست، ولی شخصی پیشتر به اجبار خود رو به عنوان کارگاه یا بازیکن نقشداری آشکار کرده یا به شکلی در این نقش از خود رمزگشایی کرده. باور کنید که رأی دادن به این بازیکن اشتباهه. اگر او در واقع صاحب اون نقش باشه چی؟ در هر صورت بزرگترین فاجعه زمانی رخ میده که کاراگاه و یا بازیکن نقشدار مهم دیگری رو در طول روز با رأی از بازی خارج میکنن. بذارید شب بمونه، سپید دم، خیلی چیزا میتونه روشن بشه. بنابراین با رأی دادن به چنین بازیکن قرمزی سیاه خواهید شد، چون شما یک بازیکن کلیدی رو از شهر بیرون دادید. پریشانی، پرخاشگری، هیستریک. شاید با این کردارها بتونید بر کسی تأثیر مناسبی بگذارید و یا خودتون رو سفید کنید یا به کسی اتهام بزنید، ولی فکر نمی کنم که بیشتر بازیکنان این کار رو بپسندند و بتونید با فریاد یا بازی عصبی و پریشون کنشی رو در شهر به جریان بندازید و خودتون رو توجیه کنید. نکات مهم بازی. کار تیمی. بارها شنیدید که بازی شهروندان باید یک بازی تیمی باشه، البته همچنین سیاها. پس کار تیمی بازیکنان قرمز چگونه است؟ سامان یافتگی. نخست اینکه با از دست دادن رأی یا حذف شدن از بازی باید قرمزها رو پشتیبانی کنید. در راستای تیم خود در هر شرایطی به کنش خود ادامه بدید. نگهداری از شهروندان. هنگام ترک بازی باید بازیکنان رو متقاعد کنید که قرمز هستید، ولی تحت هیچ شرایطی نباید نقش خودتون رو رمزگشایی کنید، به ویژه اینکه اون نقش رو نداشته باشید. در کل نباید چیزی بگید که امکان کشف بعدی کاراگاه یا حرفه‌ای و دیگر قرمزهای نقشدار رو از اونها بگیرید. اتهام زدن یا کاندید کردن.
اگر به سیاهی بازیکنی شک دارید، نباید بترسید که چند باره به او اتهام میزنید و او رو کاندیدای رأیگیری معرفی میکنید، حتی اگه توسط دیگران پذیرفته نشه و رأی نیاره. قرمزها چند بار به این دلیل شکست خوردن. رأی دادن یکی دیگر از اشتباهات بسیار رایج قرمزهاست. در شرایط بحرانی مهم نیست که چند نامزد برای رأی دادن معرفی شدن. شما باید همراه با کاراگاه یا یک قرمز ثابت شده رأی بدید. سیاه بازی تنها به یک رأی گمراه کننده از کسی که به سوی شخص اشتباه رفته نیاز داره تا بازی رو برنده بشه. مافیا به آسونی میتونه پشت رأی شما به شهروند دیگه‌ای رأی بده و تعداد آرا رو به حد نصاب برای خروج برسونه، یا در روز خودش رو پشت شما پنهون کنه و شما رو مقصر رأی اشتباه بدونه. همچنین در روز به آسونی شما و دیگران رو فریب بده و صاحب کارت قرمز رو مافیا جلوه بده. اگر کاراگاه باشید. در این بازی قرمزها یک سلاح مهم در مبارزه نابرابر با سیاه‌ها دارن. این کاراگاه است. به سختی میتونیم اهمیت کار درست و موفق کاراگاه رو دست کم بگیریم. هنگامی که کارت خود رو برداشتید و واژه ارزشمند کاراگاه رو خوندید، نخست باید داشته باشید که هنگام دریافت کارت‌های نقشدار و فوق‌العاده هیجان خودتون رو کنترل کنید و واکنش بیش از حد رو تقدیم مافیا نکنید. بنابراین آرام و فقط آرام باشید. وظیفه کاراگاه یکی از سخت‌ترین و هیجان‌انگیزترین و همچنین مسئولیت‌پذیرترین نقش در شهره. شما اسلحه مخفی تیم قرمز برای آگاهی هستید. انتخاب بازیکن برای بررسی. اگر کارت کاراگاه دست شماست، پس شما تصمیم میگیرید که چه کسی رو در شب استعلام بگیرید. بررسی شبانه بازیکنان قرمز و سیاه بیشتر زمانها برای شهروندان موفقیت آمیزه، ولی این فقط به شرطیه که بازیکن قرمز در بازی بمونه و یا توسط توانایی‌های مافیا کارش خنثی نشه. پس هنگام انتخاب یک نامزد برای بررسی باید بدونید که کدام یک از بازیکنان کمترین احتمال رو برای شهروندی و در مافیا نتیجه منفی که پدرخوانده است رو به شما میده. به یاد داشته باشید که دانستن رنگ آخرین سخنران در چرخش بعدی گفتگو بسیار مهمه. ممکنه پس از گفتگوی نخست شک داشته باشید. باید مطابق اعتقادات خود عمل کنید. همچنین گاهی اوقات موقعیتی پیش میاد که شهر درخواست میکنه بازیکنی رو بررسی کنید. در این مورد همین کار رو انجام بدید، مگر اینکه دلیل قوی‌تری برای بررسی بازیکن دیگه داشته باشید. ولی منطقیه که همون گونه که شهر خواسته عمل کنید. در غیر این صورت هنگام روز و زمان گفتگو باید بررسی بازیکن دیگر رو توجیه کنید. در هر صورت باید داشته باشید که بررسی بازیکنی با پافشاری شهر در صورت مبارزه شما با کاراگاه دروغین یک امتیاز اضافی به حساب میاد. یعنی کاراگاه دروغین به کسی اتهام مافیایی زده و شما با یک تیر 2 نشون میزنید. هم از هویت شخص مورد اتهام آگاه میشید، هم هویت کسی که با سرسختی او رو سیاه بازی اعلام کرده و دیگرانی که با پافشاری او رو سیاه بازی میدونستند با خبر میشید. میدونید که در این شرایط این کاراگاه دروغین خودش سیاه بازی میتونه باشه. پیشنهاد دیگری که به دید من در انتخاب برای استعلام کاراگاه مفیده اینه که اگر میخواید بازیکن قرمز رو پیدا کنید، بهتره که او پیش از شما صحبت کرده باشه و همچنین طوری بشینید که بتونید با او تبادل داده کنید. بهترین حالت بازیکنی که سمت راست شما نشسته. در بیشتر زمانها لازمه که بازیکنی که به شما اتهام مافیایی زده رو بررسی کنید. همچنین لازمه بازیکنی که در دور پیشین گفتگو شک بیشتر بازیکنان رو برانگیخته بررسی کنید، چون به احتمال بسیار در دور بعدی از بازی خارج میشه و اگر او بازیکن قرمز باشه میتونه منجر به باخت بشه. شما شهروند رو پیدا کردید. بسیار خوبه. شما یک بازیکن قرمز رو پیدا کردید و هنگامی که از خواب بیدار شدید میتونید او رو برای شهر سفید کنید. خودم از طرفدارای بازی پویای کاراگاه هستم. بنابراین به کاراگاه پیشنهاد میکنم با بازیکنی که بررسی کرده گفتگوی کوتاهی داشته باشه یا به شکلی به او بفهمونه که میدونه هر دو هم شهری هستند. در اینجا باید به یک مورد بسیار مهم اشاره کرد. حداکثر رازداری رو حفظ کنید. چون تاکتیکی برای بازی بازیکنان سیاه وجود داره که اونها میخوان با پافشاری هر کدوم از قرمزها رو بررسی کنن یا در روز بر روی یک بازیکن قرمز اصرار میکنن تا کاراگاه در شب استعلامش رو بگیره و اینجوری متوجه میشن که صبح روز بعد چه کسی با او تبادل نظر میکنه و اینگونه کاراگاه بازی رو رمزگشایی و در شب به کارش پایان میدن. یعنی هرگز نباید کسی رو مستقیم و با آگاهی خودتون از شب او رو یک راست سفید کنید. باید گزاره خود رو به شکلی بچینید که کسی از نقش شما آگاه نشه ولی بتونن به شما اطمینان کنن. این گونه شما یک قرمز ثابت دارید و با بازگشایی خودتون برای او یک متحد خواهید داشت. این همپیمان برای محافظت از شما در راستای یورش سازماندهی شده سیاهان در برابر کاراگاه بسیار کاربرد داره. همچنین اگر بازیکن سیاهی رو پیدا کردید و خواستید به او اتهام بزنید، یک متحد با شما بازی میکنه. این برای اجرایی شدن هدفتون و پررنگ کردن سیاهی بازیکن و خروج مافیا بسیار مفید خواهد بود.
شما سیاه را پیدا کردید. در این صورت میتونید دو گزینه رو برای ادامه بازی انتخاب کنید. نخست، شما او رو هدف خود نمی کنید و تا زمانی که شرایط بحرانی پیش بیاد به بررسی ادامه میدید. من این گزینه رو دوست ندارم. دوم، شما خودتون یا به کمک یک بازیکن دیگه به بازیکن سیاه اتهام میزنید و او رو هدف اصلی خود قرار میدید. به شخص استفاده از این گزینه رو ترجیح میدم. اما در اینجا باید با جزئیات بیشتری در مورد تکنیک گزینش متحد خود گفتگو کنیم. این خطر وجود داره که شما بازیکن سیاه رو به عنوان متحد خود انتخاب کنید. اشکالی نداره. این یک مهارت ویژه است که یک سیاه بازی با شما همکاری کنه. ولی بازم یک خطر وجود خواهد داشت. برای کاهش ریسک باید همپیمان شما پیش از شما صحبت کنه. پیشنهادم اینه که او شخصی باشه که شما به اندازه کافی میشناسیدش. این کمک میکنه تا بتونید اقداماتش رو ارزیابی کنید. همچنین اگر برای بازیکنی که پیشتر بررسی نکردید خودتون رو آشکار کنید، باید او رو در دیدرس خودتون داشته باشید تا از تبادل داده با بازیکن احتمالاً سیاه جلوگیری کنید یا رویدادهای میان اونها رو زیر نظر داشته باشید. سعی کنید با دقت به این بازیکن نگاه کنید و به شیوهی به اون نشون بدید که مدام زیر نظرش دارید. تجربه بازیکنان قرمز نشون میده که در چنین شرایطی این بازیکن تحت فشار روانی قدرتمندیه و به آسونی میتونه واکنشی ناخواسته خودش رو آشکار کنه. چون از یک طرف میدونه که کارآگاه نیست و از طرف دیگه هم میدونه که با مخالفت با کارآگاه به عنوان بازیکن سیاه دوم لو میره. فکر میکنم که زندگی کارآگاه در برابر دو مافیا برآیند بسیار خوبی برای شهر به همراه داره. اکنون باید به نکته ظریف از بازی کارآگاه بپردازیم که بارها اون رو مشاهده کردم. منظورم شرایطی که یک شخص سیاه ثابت شده بازیکن قوی‌تری از کارآگاه یا دستیارشه و همچنین در دور تازه گفتگو پس از اونها صحبت میکنه که اغلب تأثیر بیشتری بر دیگر بازیکن‌ها داره. تجربه بسیار من در این شرایط نشون میده که این رویداد یک نتیجه فاجعه بار همیشگی برای قرمزها به همراه داره. یک بازیکن سیاه با تجربه که در گوشه‌ای پنهان شده چیزی فراتر از یک تله موش برای کارآگاهه. در این حالت از بازی او چاره‌ای نداره جز اینکه خودش رو به عنوان یک کارآگاه دروغین به نمایش بگذاره و به عنوان یک بازیکن بهتر میتونه این کار رو قانع کننده‌تر انجام بده. البته موقعیت بهتر اینه که یک سیاه ثابت شده پیش از شما صحبت کنه. در این مورد پیشنهاد میکنم که کارآگاه یا دستیار او به هر روش ممکن با بازیکن سیاه بازی شهروندی انجام بدن و تمایل و آمادگی خود رو برای انجام بازی قرمز با او به نمایش بگذارن، به شکلی تا پیش از نوبت صحبت خود در بازی او رو سفید نشون بدید تا در گفتگوهای پیش رو او رو در برابر خودتون قرار ندید و احتمال اینکه او در سخنهاش مخالف شما باشه رو کاهش بدید. این گونه با اتهام زدن باورپذیرتر به نظر می رسید، چون حمله شما بی دلیل بوده و در پاسخ به بازیکن برابر شما نیست. یعنی تارگت بک نکردید و یک اتهام جدی رو با داده های خودتون دارین به اون شخص وارد می کنید. چه زمانی بازگشایی کنیم؟ این کارت کاراگاه رو بهش بدید، میخواد ببرتش خونه. چند بار فریادهای خشمگین مشابه رو از بازیکنان قرمز پس از بازی شنیدید. این یعنی کاراگاه یا اصلا خود رو آشکار نکرده که بسیار اتفاق میفته، یا اینکه خیلی دیر در بازی بازگشایی کرده. ولی بارها هم پیش اومده که کاراگاه با کردار ناشیانش زودتر از زمان نیاز بازی آشکارسازی میکنه. بنابراین زمان بازگشایی بسیار مهمه. در چرخه دوم گفتگو یک حمله آماده سازی شده یا تصادف و دوئلی علیه شما وجود داره. اگر به راستی در خطر حذف از بازی هستید، باید فوری آشکار بشید. این کار رو میتونید با ژست‌های گوناگون انجام بدید، ولی به گونه‌ای که برای همه شهروندان روشن بشه. بدون اطلاق به نقش خود، میتونید با استدلال‌های درون بازی این کار رو انجام بدید. وضعیت بحرانی 7 بازیکن در شهر. در این شرایط باز هم چندین گزینه پیش روست. ممکنه شما پیشتر یک بازیکن سیاه رو شناخته باشید و اگر همه بازیکنان این رو بدونن، گاهی اوقات چنین وضعیتی پیش میاد. پس در این وضعیت شما میتونید بازگشایی مشخصی انجام ندید، ولی باید در گفته‌های خود توضیح بدید که چرا کارآگاه در این دور چیز تازه‌ای به بازی اضافه نمی‌کنه و آشکارسازی انجام نمیده. اگر شما خودتون کارآگاه بازی باشید و در صحبت‌های خود به کارآگاه نسبت به بازگشایی زودهنگام هشدار بدید و مسئولیتش رو در قبال تیم قرمز به او یادآوری کنید، جالب خواهد شد. اگر این گفته‌ها به اندازه کافی قانع کننده بیان بشه و توسط دیگر بازیکنان قرمز پشتیبانی بشه، ممکنه که تا حدودی سیاهان بازی رو از افشای کاراگاه دروغین منصرف کنه. در شرایط بحرانی وقتی میدونید یک بازیکن سیاه حذف شده ولی دیگر اعضای تیم شما این موضوع رو نمیدونن، باید در گفته‌هاتون برای اونها بازگشایی کنید. همچنین اگه دستیار شما هنوز در بازی مونده، میتونه با درک متقابل خوبی این کار رو برای شما انجام بده. چگونه بازگشایی کنیم؟ چرا این پرسش بسیار پویاست؟
چون در بیشتر قریب به اتفاق بازی‌ها چندین بازیکن خود را مانند کاراگاه به نمایش می‌گذارند. که البته پیشتر این پرسش رو بررسی کردیم، اما میخوام چند مورد دیگه به این نکته اضافه کنم. افتتاحیه باید واضح و مختصر و برای همه بازیکنان قرمز قابل درک باشه. با بازگشایی نصف نیمه تنها بازیکنان قرمز خود رو گیج میکنید و بازیکنان سیاه این موضوع رو به خوبی درک میکنن. شاید حرف تکراری باشه اگه بگیم کاراگاه باید از همون ابتدای بازی برای آشکارسازی آماده بشه، در همه اظهاراتش، بررسی‌هاش و رأی‌ها. تنها در صورتی میتونید برتری بیشتری نسبت به کاراگاه دروغین داشته باشید که در هنگام بازگشایی در طول زیست کاراگاهی خود بتونید یک منطق خطاناپذیر بسازید. فراموش نکنید که شهروندان بیشتر به کاراگاهی اعتماد میکنند که در شرایط خاص مجبور بازگشایی در گفته‌هاش نشه. بیاید شرایطی رو تصور کنید که کاراگاه دروغین خود رو پیش از شما آشکار کرده. اگرچه تا اون لحظه شما رو پیدا نکرده و بازیکن قرمزی رو سیاه به نمایش گذاشته و البته چیز بدی هم راجع به شما نگفته. همه برگ‌های برنده دست شماست، چون هیچ منطقی وجود نداره که یک بازیکن سیاه بعد از گفته‌های کاراگاه آشکارسازی کنه، در صورتی که حتی به او مشکوک هم نباشه. با این منطق راحت‌تر میتونید در بازی بمونید و بازیکن سیاه رو بیرون بیارید. به هر حال با توجه به تمرین گسترده بازی با یک دستیار، گاهی اوقات میتونید خودتون رو پیشاپیش مانند یک کاراگاه به نمایش بگذارید. یعنی پیش از اینکه یک موقعیت بحرانی رخ بده، میتونید خودتون رو پشت کارت دستیار پنهون کنید تا از شلیک شب هم در امان بمونید. به هر شکل این کار بسیار مخاطره آمیز و پر ریسکه و موفقیت شما تا حد زیادی به بازیگری شما بستگی داره. به نمایش بگذارید یا آشکار نکنید. در اینجا یک مافیا لو رفته. بحثی شروع میشه و بازیکنان یک دوراهی دارن. کاندیدایی رو معرفی کنن یا نامزدش نکنن. قاعده کلی در این باره وجود نداره، اما اجازه بدید این وضعیت رو تحلیل کنیم. پیش از هر چیز باید به تعداد بازیکنان روی میز توجه کنید. اگر 3 بازیکن قرمز بیشتر از بازیکنان سیاه در بازی وجود داشته باشند، پس جای نگرانی نیست. در این صورت با معرفی کاندیدا برای رأیگیری، بازیکنان سیاه نمیتونن به زور بازی خودشون رو تحمیل کنند و تنها بازیکن خودشون رو لو میدن. البته این خطر هم وجود داره که پدرخوانده‌ای که کاراگاه رو یافته با افشای کاراگاه جان خود رو فدا کنه، اما این کار تنها زمانی قابل انجامه که پدرخوانده پایان دهنده بحث باشه. البته قوانین برخی بازی‌ها در ایران شرایط رو کمی برای پدرخوانده آسان‌تر میکنه و اون میتونه در شب او رو سلاخی یا با بستن توانایی دکتر او رو هدف شب قرار بده. در صورتی که بازیکنانی به نامزدی سیاه مشکوک رأی ندادند، در ادامه صحبت خود ملزم به معرفی بازیکنی برای کاندیداتوری هستند. در غیر این صورت اونها هم جز سیاه هستند. ولی اگه منطق اونها برای رأی ندادن درست بود و مافیایی رو با استدلال بهتر معرفی کردند، باید این بازیکنان رو از فهرست سیاه بازی خارج کرد. بنابراین می‌بینیم که ریسک به اندازه کافی بزرگ نیست. یک موقعیت بحرانی دیگه در صورت از دست دادن مافیا زمانی رخ میده که برتری قرمزها تنها 2 بازیکن باشه. سپس هنگام کاندید کردن یک بازیکن قرمز برای رأیگیری، مافیا میتونه با شلیک شب به یکی دیگه برنده بازی بشه. رنگ آخرین سخنگو در اینجا نقش بسیار مهمی داره. اگر به صراحت مشخص باشه که آخرین بازیکن قرمزه، پس منطقیه که برای او رأیگیری نکنیم و در شکل مخالف باید کاندیداتوری او فوری اعلام بشه و رأی اجباری قرمزها رو علیه او باید به دنبال داشته باشه. اگر درباره رنگ آخرین سخنگو مطمئن نیستید، با تعداد بازیکنان زوج در بازی منطقیه که از تاکتیک‌های زیر بهره ببرید. آخرین بازیکن رو کاندید سیاه کنید و او در سخنرانی خود باید نامزدی بازیکنی رو که برای او مشکوک ترینه معرفی کنه یا به درخواست شهر این کار انجام بشه و رأی رو با پشتیبان‌ها در میان کاندیدها تقسیم کنید. اگر در شرایط بحرانی تعداد بازیکنان فرد 5 بازیکن و بیشتر وجود داشته باشه، باید چندین نامزد معرفی بشن. بازی حساب شده. البته که بازی مافیا کاملا چند وجهیه و به سادگی نمیشه همه موقعیت‌ها رو پیش بینی کرد و همچنین برای همه رخدادها پیشنهادی ارائه داد، ولی گاهی اوقات موقعیت‌های منحصر به فردی پیش میاد که در اونها شهروندان به سادگی موظف پیروزی با قوانین بنیادین بازی هستند. یکی از این موارد رو بازی حساب شده مینامیم. یعنی در این بازی‌ها بازیکنان قرمز با یک برآورد ساده و محاسبه منطقی میتونن با خیال راحت بازیکنان سیاه رو از بازی حذف کنن و همچنین از پایان اجباری بازی اجتناب کنن. بیایید به یک نمونه از این موقعیت‌ها نگاهی بیاندازیم.
در شب نخست بازیکن قرمز شماره 2 هدف گلوله قرار میگیره. در روز به بازیکن شماره 6 رأی میدن که البته رنگ این بازیکن مشخص نیست. در این مورد قرمزها باید تمام محاسبات رو انجام بدن و همچنین اون رو شهروند خودشون نگه دارن. درخواست استعلام کاراگاه رو در شب بازیکنان شماره 1 و 9 خواستند. شب رو پشت سر میگذاریم و روز فرا میرسه. مجری بازی اعلام میکنه بازیکن شماره 9 باید بازی رو ترک کنه. بازیکن شماره 9 در سخن آخرش افشا میکنه که من کاراگاه این بازی بودم و بازیکنان شماره 1 و 8 رو بررسی کردم. اونها سیاه بازی هستند. این پویایی چیست؟ خودکشی؟ بله ممکنه، ولی بیاید به ادامه این موقعیت نگاه کنیم. بازیکن شماره 1 هم خود رو به عنوان کاراگاه جا میزنه و بازیکنان شماره 5 و 9 رو با بررسی خود سیاه بازی به نمایش میگذاره. در این وضعیت چه کسی رو باید از بازی بیرون کرد؟ البته تیم متشکل از بازیکنان 1 و 8 با پافشاری میخوان بازیکن شماره 5 رو کنار بگذارن. حتی اگر اصول بازی رو فراموش کنیم، اگر کاراگاه بازی رو ترک کرده باشه، بگذارید دیگری بیرون بره. در این شکل اگر شماره 9 کاراگاه واقعی بوده باشه و شماره 6 هم شهروند باشه، سیاه بازی با قدرت برنده خواهد شد. زیرا در این لحظه 3 بازیکن سیاه و 4 بازیکن قرمز در بازی حضور دارن و پس از خروج یک قرمز دیگه بازی با پیروزی مافیاها به پایان میرسه. منحصر به فرد بودن این موقعیت در اینه که حتی بدون اینکه بدونید کارگاه واقعی کیه، میتونید تضمین کنید که 2 بازیکن سیاه رو از بازی حذف میکنید. راهکار بسیار ساده است. تنها باید بازیکنان تیم‌های برابر یکدیگر رو یکی یکی از بازی بیرون کنید. پس به وضعیتی که پس از خروج شماره 9 از بازی به وجود اومد برمیگردیم. ما 2 تیم 1 و 8 و 5 و 9 برابر هم داریم. اگر بازیکنی از یک تیم بازی رو ترک کرد، باید از تیم دیگه بازیکنی بیرون بره. ولی من به شخصه برای نخستین خروج کاندیدای شماره 8 رو پیشنهاد میکنم. چون یک بازیکن از تیم روبرو بیرون رفته و اگر واقعا شماره 1 کارگاه درست باشه چی میشه؟ همچنین با شب موندن شماره 8 و سیاه بودنش خود رو در وضعیت بسیار نامناسبی خواهد دید. میتونید انتخاب شب رو تصور کنید؟ یا باید به خودش شلیک کنه که خیلی کار آسونی نیست، یا در روز فاش میشه. بنابراین شماره 8 از بازی خارج میشه. فرض کنید که شماره 1 در شب هدف شلیک قرار بگیره. سپس شماره 5 هم تیم 9 مافیا آشکار میشه. اکنون در بازی 2 سیاه نیستن. قرمزها شانس زیادی برای پیروزی دارن. اگر شماره 1 در شب شلیک نشد، پس مورد هدف در روز قرار میگیره. البته در این شکل سیاهان به خوبی میتونن یکی از خودشون رو به عمد از دست بدن، خودزنی کنن تا پشت شماره 1 پنهون بشن و سایه سیاه رو روی او بندازن. سپس با توجه به حضور 6 بازیکن در شهر باید برای شماره 1 و 5 رأی گیری، تصادف یا دوئل ترتیب داد که با رأی‌های برابر هم وارد دفاع خواهند شد. نتیجه یکسان خواهد بود. این رویداد رو ما تصادف می‌نامیم که در ادامه کتاب به اون خواهیم پرداخت. این گونه بازی‌ها به ندرت شکل می‌گیره، اما اگر چنین فرصتی به دست شما رسید، از دست دادن اون گناهه. 4 نفر سر میز. به ندرت پیش میاد که قاطعانه راهکاری رو بگم، ولی در این باره همه چیز بسیار ساده است. 4 بازیکن در شهر باقی موندن. 1 سیاه بازی و 3 شهروند. خروج یک بازیکن قرمز بازی رو به نفع مافیا به پایان میرسونه. با اصرار میگم که باید ترتیب یک تصادف یا دوئل رو بین 2 بازیکن بدید. 2 بازیکن مشکوک رو برای رأیگیری کاندید کنید و در نهایت به یکی رأی بدید. زدن یک تیر بدون نشون آسان‌تر از زدن به یک هدفه. دست کم در شانس 50-50 یکی گل میشه. هیولای سیاه. زمانی در بین تماشای یک بازی وضعیت رو دیدم که کارگاهی رو که 2 مافیا رو از بازی خارج کرده بود و آخرین سیاه باقی مونده رو هم کشف کرده بود، همراه بازیکن سیاه به رأیگیری اومد و در نتیجه رأیگیری از بازی خارج شد. در پایان بازی و در حاشیه با او گفتگو کردم و توضیح دادم که اگر او به عمد بازی رو ترک کرده بود، میتونست پیروز بازی بشه. برای نمونه با دریافت آخرین اخطار یا بیان واژه‌های ممنوعه چون اطلاق نقش یا چیزی مشابه اون، چون تنها یک نامزد برای رأیگیری در اون لحظه باقی میموند و این بازیکن به طور خودکار بازی رو ترک میکرد. خودم این ایده رو دوست داشتم و بعدها از این شیوه یک سلاح سیاه مهیب ساختیم و احمقانه اون رو با همه به اشتراک گذاشتیم. نکته اینجاست که حتی در زمان 7 بازیکن در شهر، یعنی کمابیش در دور سوم، بازیکن سیاه که پیشتر هم کاندیدای خروج بودن میتونن نامزد دومی رو به رأیگیری بیارن. البته منظورم بازیکن قرمزه.
و پس از خروج شهروند از بازی سیاهان به شکلی گستاخانه به یکدیگه نگاه میکنن و به سادگی تصمیم میگیرن که به چه کسی شلیک کنن. یک قرمز دیگر رو هم در شب میکشن و شهروندان شکست میخورن. جالبه؟ این تکنیک بیشتر 2 بار در باشگاه ما استفاده شد. باید گفت شانس پیروزی شهروندها که به هر حال بر طبق آمار ما هم زیاد نیست، به شدت کاهش پیدا میکنه. چند باری ما از این راهکار بهره بردیم، ولی باز هم مشکل حل نشد. پیشنهادم در برابر بازی سیاه آلوده اینه که از روش معرفی دست کم 3 نامزد برای رأیگیری در شرایط بحرانی بهره ببرید. سپس اگه سیاه از بازی حذف بشه 2 کاندید قرمز باقی میمونه که احتمال تقسیم آرا وجود داره. تصادف یا دوئل. ما اصطلاح تصادف رو به وضعیتی در بازی میگیم که چند بازیکن در زمان رأیگیری تعداد آرای مساوی دریافت کرده و به دفاعیه میرن تا با رأیگیری دوم یکی از اونها از بازی خارج بشه. همه شما کم و بیش با این رویداد آشنا هستید و پیش از این هم چند باری درباره این رویکرد در بازی گفتگو کردیم. در اینجا من میخوام به تفاوت‌های ظریف یک تصادف در شرایط بحرانی بپردازم. زمانی که شکستن رأی‌ها در بازی توسط سیاه منجر به از دست دادن بازیکن قرمز میشه، اینجاست که تقسیم آرا و پشتیبانی اهمیت زیادی پیدا میکنه. به هیچ وجه نباید رأی به گونه‌ای تقسیم بشه که بازیکنانی که با یکدیگه بازی میکنن در تیم‌های مختلف بیفتن. سپس اگه اونها سیاه بازی باشن، کافیه که یکی از اونها به دیگری رأی نده و در اینجا کاندیدای قرمز از در این رویداد بیرون میاد. کسی که رأی مخالف میده رو در تیم نگذارید. برای نمونه شماره 2 که در جریان بحث قاطعانه اعلام کرده که به شماره 9 رأی منفی میده، نباید در یک تیم قرار بگیرن. تقسیم رأی‌ها باید آشکارا نمایان باشه. ترجیح بر اینه که چندین بار تکرار بشه. چند باره باید هشدار بدید که کسی که رأی‌ها رو میشکنه سیاه بازیه. البته این رویکرد برای بازیکنان با تجربه سیاه خیلی ترسناک نیست، ولی برای کسانی که خیلی با تجربه نیستند فشار روانی مضاعفی ایجاد میکنه. پشتیبانی نیاز به عملکرد استادانه و واکنش وابسته و نهایی داره. پشتیبانی با نخستین رأیگیری آغاز و پایان پیدا میکنه. پشتیبان‌ها باید در هر دو طرف باشن. در تیمی که نخست رأی میده، پشتیبان باید بکوشه دست خود را در آخر قرار بده و مطمئن بشه که رأی او آرا را به 2 نیم تقسیم میکنه. بازیکن پشتیبان تیم دوم باید آماده باشه که در نخستین رأیگیری در صورتی که کسی به وضوح از تیم یک رأی نده، دستش رو وارد آرا کنه. البته اجرای پشتیبانی با بازیکنان سیاه با تجربه بسیار سخته. گفتار پایانی بخش 1. در این بخش کوشیدیم تا هر آنچه برای شهروندان در زمانی که ممکنه در بازی دچار لغزش بشن و لازمه بدونن رو بگیم. امیدوارم تونسته باشیم تا اینجا بازی مافیا رو برای شما کمی منطقی تر و هیجان انگیزتر کرده باشیم. گاهی قوانین و شیوه بازی مافیا در مکان‌های گوناگون تغییراتی میکنه و ما در اینجا کوشیدیم تا نکاتی رو برای شما بازگو کنیم در بیشتر شرایط بازی با استدلال‌ها همخوانی داشته باشه و تکنیک‌های کاربردی باشه. همچنین باید بگم که بخشی از این کتاب با قوانین بازی در ایران همسانسازی شده و ویرایش‌های بسیاری برای جذابیت بهتر یادداشت‌ها برای خوانندگان پارسی زبان انجام شده. البته در برخی راهکارها و بخش‌های این نوشتار از سرچشمه‌های دیگه و جستارهای گوناگون خودمون نیز بهره بردیم تا به شکلی کاملتر بتونیم این کتاب رو در اختیار شما خوانندگان و شنوندگان عزیز بگذاریم تا راهنمای جامع‌تری برای این بازی هیجان انگیز داشته باشید. پس پایبندی ما به کتاب یادداشت‌های بازیکن قرمز به شکل یگانه نبود، ولی پایبند نوشتاری برای راهنمودهای بهتر در بازی مافیا و به بازی مافیا بودیم و خواهیم بود. با سپاس فراوان، مهدی ذوالفقاری، پژوهشگر، مترجم و ویراستار. اگر تا اینجا یادداشت‌های بازیکن قرمز رو دوست داشتید، ما رو در دنیای مجازی دنبال کنید. ما رو با نشانی درامستان در تمامی بسترها میتونید بیابید و فشردن کلید لایک رو فراموش نکنید. برای ارتباط با ما هم به این نشونی‌هایی که روی صفحه نشون داده شده میتونید ایمیل بزنید. تمامی راه‌های ارتباطی ما رو در شرح ویدیو میتونید ببینید. با سپاس فراوان و با آرزوی پیروزی برای شهروندان، بخش دوم پادکست یادداشت‌های بازیکن قرمز رو از دست ندید. ما همچنین یک بخش سوم به نام یادداشت‌های بازیکن سیاه رو هم خواهیم داشت که به زودی در همین کانال منتشر میشه. ما رو دنبال کنید، دیدگاهاتون رو حتما برای ما بنویسید. بدرود.